سلام به همگی. امروز میخوایم بریم سراغ یه ایده فوق‌العاده جذاب تو دنیای خونه‌های مدرن. فکرشو بکنید، یه ویلا که به یه تیکه زمین گره نخورده و میتونه همراه شما سفر کنه. ولی خب این واقعا شدنیه یا فقط یه رویای قشنگه؟ بیایید با هم ببینیم داستان از چه قراره. خب اولین و اصلی ترین سوالی که برای هر کسی پیش میاد همینه. یعنی واقعا میشه یه خونه رو بعد از اینکه کلی سال توش زندگی کردی و خاطره ساختی همینجوری بلند کنی و ببری یه جای کاملا جدید؟ این دقیقاً همون سوالیه که قراره امروز بهش جواب بدیم. و جواب کوتاه بله، کاملا ممکنه. اما یه امای بزرگ وجود داره. ببینید، این کار اصلا شبیه اسباب کشی معمولی نیست که مبل و صندلی رو بار بزنید و ببرید. نه، این یه پروژه مهندسی خیلی خیلی دقیقه که یه سری شرایط خاص خودش رو داره. پس بریم ببینیم این شرط و شروطا چی هستن. برای اینکه این جابجایی موفقیت آمیز باشه، 3 تا شرط اصلی و اساسی وجود داره. یعنی اگه حتی یکیشون هم اوکی نباشه، کل پروژه یا کلاً منتفی میشه یا خرجش سر به فلک میکشه. پس بیایید دونه دونه این شرطا رو با هم بررسی کنیم. شرط اول و از همه مهمتر سلامت خود ویلاست. اسکلت فلزی ویلا که مثل ستون فقراتشه باید 100% سالم و محکم باشه. یعنی هیچ خبری از زنگ زدگی، خوردگی یا کج و کوله شدن نباید باشه. چون موقعی که جرثقیل میخواد این سازه رو بلند کنه، فشار وحشتناکی بهش میاد و یه سازه ضعیف خب میتونه فاجعه به بار بیاره. حالا شرط دوم که خیلی هم نکته جالبیه، ابعاد ویلا. ببینید اینجا سایز واقعا مهمه. اگه ویلاتون یه تیکه باشه و عرضش کمتر از 3.5 متر کار خیلی ساده تره. ولی اگه ویلاتون بزرگه و از چند تا تیکه یا ماژور ساخته شده، اوضاع فرق میکنه. اون موقع باید اول این تیکه ها رو اصلا باز کنن، جدا جدا بار بزنن و بعد تو جای جدید دوباره سر هم بندیش کنن که خب مشخصه هم کارش بیشتره هم تخصص بالاتری میخواد. و میرسیم به شرط سوم که در مورد اتصال ویلا به زمینه. بهترین حالت اینه که ویلا با پیچ و مهره به فونداسیون وصل شده باشه. اینجوری جدا کردنش واقعا راحته، چند تا پیچ باز میکنی و تمام. اما اگه اتصالات جوشکاری شده باشن یا بدتر از اون اسکلت رفته باشه تو دل بتون، اون وقت جدا کردنش یه داستان دیگه است. هم خیلی سخت‌تر میشه، هم کلی خرج میذاره رو دستتون. خیلی خوب، فرض کنیم ویلای شما هر 3 تا شرط رو داره و چراغ سبزه. حالا میرسیم به قسمت هیجان انگیز ماجرا. این جابجایی دقیقاً چطوری انجام میشه؟ بیایید این عملیات مهندسی رو توی 6 مرحله اصلی با هم مرور کنیم. همه چی با یه بازرسی دقیق شروع میشه. کارشناسا میان هم خود ویلا رو چک میکنن، هم جاده و مسیری که قراره ازش رد بشه. بعد میریم سراغ آماده سازی، یعنی قطع کردن همه چی، آب، برق، گاز. مرحله حساس بعدی بلند کردن ویلا با جرثقیل‌های غول‌پیکر و گذاشتنش روی تریلره. بعد از اینکه به مقصد رسید، ویلا روی فونداسیون جدیدی که از قبل آماده شده نصب میشه و در نهایت تمام تأسیسات دوباره وصل میشن تا خونه آماده زندگی باشه. اما این فقط یه کار فنی و باحال نیست، یه فکر خیلی بزرگتر پشتشه. دقیقاً همونطور که شورای جهانی ساختمان سبز میگه، این کار یعنی معماری پایدار. یعنی به جای اینکه یه خونه رو خراب کنیم و کل نخاله ساختمانی تولید کنیم، داریم از یه سازه با ارزش دوباره استفاده میکنیم. این کار هم به نفع محیط زیسته، هم منابع رو حفظ میکنه و راستش این یه جورایی نگاه با آینده ساخت و سازه. خب حالا بریم سراغ سوال میلیون دلاری. پولش چقدر میشه؟ اصلا به صرفه هست که یه ویلا رو جابجا کنیم یا اینکه بریم یه نوش رو بخریم؟ خیلی منطقی تره. بیایید یه حساب کتاب سرانگشتی با هم بکنیم. ببینید، یه سری هزینه‌هایی که اصلی هستن کاملا مشخصه. پول جرثقیل، کرایه تریلر و حقوق اون تیم فنی. ولی یه سری هزینه‌های پنهان یا جانبی هم هست که نباید ازشون غافل شد. مهمترینش ساخت یه فونداسیون نو تو محل جدیده. تازه اگه ویلاتون بزرگ باشه، برای اینکه تو جاده حرکتش بدین احتمالاً باید مجوزهای ترافیکی بگیرین که اونم خرج خودش رو داره. پس آخرش چی؟ جابجا کنیم یا نو بخریم؟ جوابش کاملاً بستگی به شرایط خودتون داره. یه قانون کلی اینه: برای فاصله‌های کم و ویلاهای استاندارد جابجایی 100% به صرفه تره. اینجوری پولی که برای خود ویلا دادین حفظ میشه. ولی اگه میخواین ویلا رو صدها کیلومتر اونورتر ببرین یا ویلاتون خیلی بزرگه و چند تیکه است، ممکنه هزینه‌هاش اونقدر زیاد بشه که تقریباً با پول یه ویلای نو برابری کنه. و اما بخش آخر، چند تا نکته هوشمندانه برای آینده.
اگه حتی 1% فکر میکنین ممکنه یه روزی بخواین ویلاتون رو جابجا کنین، از همون روز اول میتونین یه کارایی بکنین که این فرایند رو در آینده خیلی خیلی راحت‌تر و کم هزینه‌تر کنه. 3 کار خیلی ساده ولی کلیدی. اول، موقع خرید هوشمندانه ابعاد رو انتخاب کنید. دوم، موقع نصب حتما اصرار کنید که اتصالات به فونداسیون از نوع پیچی باشه، نه جوشکاری. و سوم، نگهداری منظم رو جدی بگیرین تا اسکلت ویلا همیشه سالم و سرحال بمونه. باور کنید همین چند تا تصمیم کوچیک اول کار در آینده یه دنیا فرق ایجاد میکنه. پس دیدیم که جابجایی ویلای پیش ساخته فقط یه حرف قشنگ برای تبلیغات نیست، یه امکان واقعیه، یه مزیت فوق‌العاده با ارزش. این یعنی شما این آزادی رو دارین که خونتون رو با تمام خاطراتش بردارین و ببرین به هر جایی که دلتون میخواد. و این ما رو به یه سوال آخر میرسونه. حالا که میدونین این کار شدنیه، مقصد بعدی خونه شما کجاست؟